تصور کن همین الان وسط نفس کشیدن، وسط پلک زدن، وسط افتادن یه قطره بارون زمان متوقف بشه. نه کند نه تند، درست همونجا قفل بشه. تو هنوز فکر میکنی ولی دنیا نه. سلام، من علیرضا شماره 7. تو این کانال کلی فرضیه موازی رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اگه تو هم از این موضوع خوشت میاد ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنی، ویدیو رو لایک و با یه کامنت ما رو حمایت کنی. پس برو بریم. اولین چیزی که حس میکنی سکوت نیست، یه قلعه عجیبه. انگار دنیا نفسش رو حبس کرده. آدما وسط حرکت فریز شدن، یکی وسط خنده، یکی وسط دعوا، یکی وسط افتادن. ماشینا تو خیابون موندن، پرنده ها تو هوا معلقن، دود از دودکشا بالا رفته و همونجا یخ زده. اما سوال اصلی اینه، آیا واقعا میتونی حرکت کنی؟ از نظر فیزیک حرکت یعنی تغییر موقعیت در زمان. اگه زمان متوقف بشه حرکت هم معنایی نداره. حتی اگه تو آگاه باشی مولکولهای بدنت برای حرکت نیاز به زمان دارن. یعنی چی؟ یعنی عضله نمیتونه منقبض بشه. پس اگه زمان صفر بشه تو هم قفل میشی. اولین مشکل نفس کشیدنه. هوا وقتی وارد ریت میشه که مولکولاش حرکت کنن. اگه زمان بایسته مولکولا سر جاشون یخ میزنن و عملا خفه میشی وسط دنیایی که هیچ کس متوجه مرگت نمیشه. حالا یه فرضیه سینمایی فرض کن، به جز تو همه متوقف شدن و فقط تو میتونی حرکت کنی. اینجا چی به وجود میاد؟ استحکاک. ولی استحکاک یعنی چی؟ یعنی تولید گرما. و وقتی زمان حرکت نکنه گرما هم پخش نمیشه. یعنی با هر قدم انرژی توی یه نقطه جمع میشه و نتیجهش میشه سوختن بدون آتش. اما یه چیز دیگر رو هم باید این وسط بررسی کنیم. آیا ما میتونیم ببینیم؟ ما وقتی یک جسم رو میبینیم نور از اون منعکس شده و اگه زمان متوقف بشه یعنی چی؟ یعنی نور هم حرکت نمیکنه و طبق علمی که داریم یعنی عملا ما چیزی هم نمیتونیم ببینیم و دنیا کاملا سیاهیه. و شاید برای همین چیزاست که توقف زمان عمل غیر ممکنیه، چون بدون اون حرکت نیست، زندگی نیست، حتی مرگ هم نیست. و شاید ترسناکترین سناریو اینه که ما هیچ کنترلی روش نداریم.